سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امین قندریزان هستم با یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های یوتیوب در خدمتتونم. توی این قسمت میخوام راجع به انواع نما در تصویربرداری صحبت بکنم و در کنارش یک سری ترفندهای تصویربرداری رو هم بهتون آموزش بدم. ترفندهایی که من خودم زیاد ازشون استفاده میکنم و میتونه به درد شما هم بخوره. در ابتدا باید ببینیم که تعریف ما از نما چیه. ببینید، به تصویر یا مجموعه تصاویری که از زمانی که دوربین فعال میشه ضبط میشن تا زمانی که دوربین غیر فعال میشه. یعنی در واقع وقتی که دوربین برای ضبط یک تصویر فعال میشه تا زمانی که قطع نشه یک پلان یا شات در جریانه. معادل این اصطلاح در فرانسوی پلان هستش، در فارسی نما و در انگلیسی شات. همونطور که توی قسمت قبل صحبت کردم، توی فیلمسازی ما کلی حرکت دوربین داریم و همینطور کلی نماهای مختلف داریم و من اعتقاد دارم که لازمه که تمام این اصطلاحات رو با اسم مشخصشون بشناسیم و اسم ببریم. مهمه که حتما اون چیزی که توی ذهنتون هستش رو بتونید توصیفش بکنید تا بعداً بدونیم اون چیزی که قبلا نوشتیم چیه و بتونیم اون رو برای همکارمون توضیح بدیم یا حتی شکلش رو بکشیم. فکر میکنم واسه خیلی ها اینطوریه، ولی من برای مدت زمان زیادی برام مهم نبود که اسم دقیق نماهای مختلف و حرکات مختلف دوربین رو بدونم و ازشون استفاده بکنم. ولی مطمئن باش وقتی بتونیم مشخصات یک نما یا حرکت دوربین رو به طور دقیق توضیح بدی، موفقیت کارتو تضمین کردی. اولین نمایی که میخوام راجبش صحبت بکنم نمای اکستریم لانگ شاته. اکستریم لانگ شات یا نمای فوق باز برای نشون دادن یک صحنه از لحاظ زمان و مکان میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. نمای بعدی اصطلاحاً لانگ شاته. نسبت به اکستریم لانگ شات تمرکز بیشتری روی سوژه داره. نمای لانگ شات برای یک انسان از سر تا پای شخص رو پوشش میده. توی قسمت قبلی مقدار راجع به گیمبال صحبت کردیم و همینطور آنباکسش کردیم. چون دوربین رو روی گیمبال گذاشتین دلیل نمیشه که تصویراتون کاملا بی‌نقص و شارپ باشه. اکثر گیمبال ها قابلیت کنترل از راه دور با گوشی رو دارن. شما میتونید یک سری تغییرات رو از طریق این اپلیکیشن ها انجام بدید، مثل سرعت پن، تیلت و همینطور رول کردن. این مدیریت رو همه بر اساس سبک کاریشون انجام میدن. من این مدیریت رو بر اساس هر پروژه‌ای انجام میدم. مثلا وقتی میخوام از یک ورزشکار فیلم برداری بکنم احتیاج دارم که اون هیجان و حرکات رو به تصویرم منتقل بکنم، پس بهتره که حرکات تندی داشته باشم. یا نه برعکس، اگه بخوام یک پروژه داشته باشم که یک سری تصویرهای احساسی و خیلی آروم بگیرم، میتونم سرعت گیمبالم رو کم بکنم. یکی از ترفندهایی که خیلی کمکتون میکنه توی تراک کردن یا راه رفتن، خم کردن زانوها. با انجام این کار شما لرزشی که موقع راه رفتن دارید رو به میزان قابل توجهی کمش میکنید. ترفند بعدی که خیلی توی بهتر کردن تصاویرتون بهتون کمک میکنه حبس نفسه. فکر میکنم خیلی جوابه. خیلی به هم کمک میکنه توی تمرکز روی تصویر و همینطور حرکت دوربین. شما هم میتونین امتحانش کنید. نمای بعدی اصطلاحاً کابوی شات یا امریکن شات. شاید براتون جالب باشه که این اسم از کجا اومده. کابوی شات در واقع مربوط به فیلم های وسترن سال 1930 و 1940 میلادیه. نمای بعدی نمای مدیوم شاته. نمای مورد علاقه من و خیلی از تصویربردارهای دیگه. یکی از پرطرفدارترین و رایجترین نماها در دنیای فیلمسازی مدیوم شاته.
این نما سوژه مورد نظر رو معمولا از قسمت کمر به بالا مورد نمایش قرار میده و همینطور میتونه تمرکز بالایی روی جزئیات سوژه داشته باشه. نمای بعدی مدیوم کلوزاپه. مدیوم کلوزاپ نماییه که بین مدیوم شات و کلوزاپه. معمولا تو این نما سوژه رو از قسمت زیر قفسه سینه به بالا یا در گاهی اوقات از قسمت شانه به بالا نشون میدن. اگه بخوام راجع به نمای بعدی صحبت بکنم چیزی نیست جز کلوزاپ. هدف اصلی این نما نشون دادن واکنش‌های سوژه یا نشون دادن عواطف و احساسات سوژه است. نمای فوق‌العاده جذابیه، باز یکی از نماهای مورد علاقه من هم هست و من از این نما خیلی زیاد استفاده می‌کنم. در قسمت نماها ما یک نمای اکستریم کلوزآپ داریم. نمای اکستریم کلوزآپ تمرکز بیشتری بر روی جزئیات کوچیک چهره داره، مثل چشم‌ها، مثل بینی، مثل دهان. ناگفته نمونه که نمای نزدیک از چشمها رو با عنوان دیگه‌ای به اسم نمای ایتالیایی میشناسیم که اون هم برگرفته از یک فیلم ایتالیایی مربوط به اون کشوره. وقتی قرار سوژه‌مون با نگاهش حرف بزنه بهتره که یک نمای اکستریم کلوزآپ ازش داشته باشیم. با استفاده از این قاب‌ها میتونین هزاران داستان رو به نمایش بذارین و با فرم‌های متفاوت هم میشه منظورهای متفاوتی رو رسون. اینجا وارد فرم نمیشیم، توی قسمت‌های بعدی راجع به فرم هم صحبت میکنیم. وقتی دوربین روی گیمباله، درست مثل نماهای روی دست، مهمه که اینجا هم تا حد ممکن بدون حرکت شدید راه بریم تا کمتر به دوربین حرکت بدین و یک تصویر بدون لرزش ثبت کنین. همونطور که گفتم بهتره کمی زانوهاتون رو خم کنین و بعد راه برین. یکی از حرکات مورد علاقه من حرکت دالی اوت هست. وقتی که از بین سوژه رد میشی و بعد سوژه رو نشون میدی. یک شیوه خیلی خوب برای رو کردن سوژه است. دنبال کردن سوژه با حفظ فاصله واحد با اون بهتون این اجازه رو میده که یک نمای تعقیب خیلی خوب بدون نگرانی از بابت تغییر فوکوس بگیریم. یه ترفند خیلی باحال دیگه نگه داشتن دوربین نزدیک زمینه. توی این روش دوربین رو در نزدیکترین حالت ممکن به زمین نگه می‌داریم. این روش برای نشون دادن راه رفتن یک شخص فوق‌العاده است یا برای نشون دادن حرکت یک حیوان کوچیک. من تا حالا کلی نما با این حرکت گرفتم. فوق‌العاده میشه، حتما امتحانش کنید. یکی از روش‌های مورد علاقه‌ام این تصویره. با تکنیک دالی به سوژه نزدیک میشم و همزمان سر دوربین رو به سمت بالا یا پایین تیلت میکنم. نما رو از زمین شروع کردنم دوست دارم. وقتی که دالی این میکنم و همزمان دوربین رو از پایین به بالا تیلت میکنم. فوق‌العاده است. ترکیب حرکات مختلف دوربین با هم و همینطور در کنارش نماهای استاندارد و درست کیفیت کارتون رو تضمین میکنه. میتونم اینو بهتون قول بدم. هر وقت با گیمبال تصویر میگیرم و میخوام سکانس‌های مختلف داشته باشم، نما رو از پشت یک شی در پیش زمینه شروع میکنم تا برای ترانزیشن دادن بتونم ازش استفاده کنم. از این روش خصوصا تو وقتایی که توی لوکیشن تصمیم میگیرم چی بگیرم استفاده میکنم تا این فرصت رو داشته باشم که بعداً توی پروسه ادیت بهش ترانزیشن بدم. توی یکی از موزیک ویدیوهایی که گرفتم این نما رو کار کردم. چون لازم نبود نگران راه رفتن باشم، تمام حواسم رو دادم به حرکت دوربین و همینطور نمایی که دارم میگیرم و تونستم اینجوری از پایین تا بالا یک حرکت تیل تاپ داشته باشم. خب ممنون که تا اینجای برنامه همراه من بودید. من سعی کردم ترفندهایی که قبلا خودم استفاده کردم و به کارم اومده بود رو بهتون آموزش بدم و در کنارش سعی کردم که یک سری از نماهایی که توی کار به دردتون میخوره رو بهتون بگم تا شما هم از اسم دقیق و اصطلاحات دقیق برای اسم بردنشون استفاده کنید. تا قسمت بعدی و یک برنامه دیگه، بدرود.